اگر همیشه با الگوی دامن شلواری مشکل داشتی یا دوست داشتی 0 تا 100 رو یاد بگیری، این آموزش مخصوص توه. یه پارچه 1.5 در 1.5 بردار، به صورت 3 گوش تاش بکن. اگر دور کمرت 70 هست برای شعاع 30 سانتی متر و اگر 80 هست 40 سانتی متر. دور کمرای بیشتر قد دامن شلواری کلوشتون کوتاه میشه. عدد شعاعمون رو از دلای باز پایین میای و هلال کمر رو رسم میکنیم. برای بلندی فاق جلو از ابتدای خط کمر 30 سانتی متر پایین میایم، 8 سانتی متر داخل میشیم و تا خط کمر یه خط صاف میکشیم. در پشت هم 30 سانتی پایین میایم، 10 سانتی متر داخل میشیم و تا خط کمر یه خط صاف مستقیم میکشیم. برای هلال فاق خط فاق جلو رو تقسیم بر 3 کن و به 1/3 پایین وصل کن و در پشت تقسیم بر 2 و به 1/2 از گودی کمر تا پایین پارچمون رو اندازه میگیریم. هر اندازه‌ای که بود با توجه به قد خط کمر سر تا سر پارچه علامت میزنید. علامت ها رو به هم وصل بکنید تا بتونید یه چرخشی زیبا پایین دامنتون داشته باشید. از فاق پشت 3 سانتی بالا میریم و به کمر 0 میکنیم. دور تا دور الگومون رو برش میزنیم. برای دوخت این دامن شلوار کلوش ابتدا درزهای داخلی پا رو میدوزیم و بعد فاق‌ها رو روی همدیگه میذاریم و دوخت میزنیم و در آخر کمر دامن شلواریمون رو کش‌دوزی میکنیم. این الگو تمیزترین و بدون ایرادترینه. سیوش کن که از دستش ندی. اگرم این آموزش برات مفید بود با لایک و فالو به هم انرژی بده.